سلام و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. خوش آمدید میگم شما را به خبری که همین اکنون به دست ما رسید. بر اساس گزارش‌های اخیر، فردی در لندن در مقابل کنسولگری ترکیه اقدام به سوزاندن قرآن کرد که با واکنش شدید یک مرد دیگر مواجه شد. این حادثه در تاریخ 13 فوریه 2025 25 بهمن 1403 در منطقه روتلند گاردنز در لندن رخ داد. فرد مهاجم که یک جال قرآن را آتش زد توسط مردی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و ضرب و شتم شد. این فرد پس از حمله با جراحاتی که در انگشتانش داشت به بیمارستان منتقل شد. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ زخم چاقویی بر بدن او وجود نداشته است. این فرد پیش از این اقدام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که این کار را به یادبود سلوان مومیکا، فردی که در سال 2023 در سعود قرآن را سوزانده بود و بعداً کشته شد انجام می‌دهد. او همچنین ادعا کرده بود که این اقدام اعتراضی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و به دلیل تبدیل شدن ترکیه به محلی برای اسلامگرایان رادیکال است. پلیس لندن پس از دریافت گزارش به سرعت در محل حاضر شد و فرد مهاجم را به اتهام حمل سلاح و ایجاد صدمات بدنی دستگیر کرد. تحقیقات در مورد این حادثه همچنان ادامه دارد. این واقعه در حالی رخ داد که در سالهای اخیر سوزاندن قرآن در اروپا به موضوع جنجالی تبدیل شده و بحث‌های درباره تعادل بین آزادی بیان و احترام به عقاید مذهبی را برانگیخته است. این اقدامات ابلغ با واکنش‌های خشونت‌آمیز و تنش‌های دیپلماتیک همراه بوده است. ممنونتان که تا پایان برنامه خبری با ما همراه بودید. برای بخش‌های خبری بیشتر چینل ما را دنبال کنید.